سلام، خوش اومدین به اولین ولاگ یوتیوب من. الان که دارم این ویدیو رو میگیرم ساعت 2 شب و فردا شنبه است. من قرار بود فردا برای فردام یعنی برنامه‌ریزی داشته باشم با طبق اون برنامه‌ای که برای خودم نوشتم فردا رو پیش ببرم، ولی امروز جمعه بود و من رفتم عکاسی و فیلم برداری. به برنامه امروزم نرسیدم. بعدم که برگشتم کلی خسته بودم، نرفتم سمت کاری. الان ساعت 2 و با خودم قول داده بودم که از شنبه واقعا شروع میکنم و فردا شنبه است و من هیچ کاری نکردم و الان ساعت 2 تصمیم گرفتم که این ویدیو رو بگیرم و کارمو انجام بدم و روزانه ولاگ داشته باشم و براتون ولاگ هر روزم رو بذارم از روند پیشرفتم و اون برنامه‌ای که میخوام براتون بذارم که حالا برای رشد خودم من دارم این کار انجام میدم. میتونید شما هم من رو دنبال کنید و با هم برنامه‌هایی که داریم رو پیش بریم. شما هم برام کامنت بذارین. میدونم که من تنها نیستم که برنامه ریزی میکنم و پیش نمیرم. میتونیم که با هم این مسیر رو طی کنیم. حالا فردا بهتون میگم چه اتفاقی افتاد. الانم ادامه ویدیو رو میخوام که بشینم و کارهای فردا رو بنویسم، همون کنم بشم کارهای فردا رو بنویسم، یه مقداری از کارهای فردا رو پیش ببرم. اگه بتونم همشون رو پیش ببرم که عالی میشه، ولی فکر نمی کنم چون خیلی دیره و منم واقعا خستم. ببینیم تا کجا پیش میریم.